ساعت با وقتی پراگر رسیده هست، یعنی فرصتی دیگر برای ملاقات با شما بینندگان عزیز و کاربران گرامی رادیو آزادی رسید. شالوگ خوجه هستم، چون همیشه در همین وقت در روبروی شما با سرخط خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و با سپاس با یک شما که این لحظه ها ما رو تماشا دارید و همین گونه شما رو بازم در پخش مستقیم برنامه خبری بعد از 30 ساعت دیگر منتظر میشویم. اگر او کسلی دل داشته باشد، پس این سیاهی در سر و رویش از کجاست؟ پیوندان الهام‌الدین شویف، مهاجر 38 ساله توجیک، به مرگ طبیعی و باور ندارند. نزدیکان چند ساعت پیش جسد الهام‌الدین را به خاک سپاریدند. این مهاجر توجیک 21 نوامبر از سوی کارمندان میلیسا و صبر در پی یک عملیات و با همراه 18 تن دیگر در روسیه دستگیر شده بود، اما همون بگو در اداره پلیس فافتید. مقامات روسیه میگویند شویف از درد دل درگذشت، ولی نزدیکان این ادعا را رد میکنند و میگویند او ورزشکار بود. همکاران ما در مراسم دفن این مهاجر توجیک شرکت داشتند و شما میتوانید در برنامه خبری با تفصیلات بیشتر این قضیه آشنا شوید و هم صحبت پدر و نزدیکان الهام‌الدین شویف را بشنوید که در این باره چی میگویند. همخدمتش را پراند و زندانی شد. دادگاه حربی ولایت ختلون یک سرباز نیروهای مرزبانی را برای پراندن همخدمتش جزا داد. بر اساس حکم دادگاه، سفر محمد باقی‌زاده 20 ساله یک سال را پس پنجره خواهد گذراند. علیه سفر محمد باقی‌زاده برای ویرانکنی قاعده‌های مناسبت با سلاح پرونده باز شد. قانونگذاری تاجیکستان برای این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند، اما دادرس پرونده میگوید دادگاه حالتی از بی‌احتیاطی صادر شدن جنایت را به نوبت گرفت و نسبت به سرباز نیروهای مرزبانی 1 سال زندان را مقرر نمود. حادثه هلاکت علی میرزایف 26 ساله از تیر سفر محمد باقی‌زاده آخر ماه سپتامبر رخ داد. مرحوم ساکن نویه دیوشتیچ و گمانبر ساکن نویه مچوی ولایت سوق بودند. قرار بود باقی‌زاده در تیرما و علی میرزایف سال آینده از خدمت حربی رخصت شوند. در اوکراین وابسته به بحران به عمل آمده با روسیه وضع جنگی اعلان شد. وکیلان پارلمان روز گذشته از این پیشنهاد پیوتر پوراشنکو دستگیری کردند، اما با شرطی که از این وضع اعلان شده انتخابات پرزیدنتی به تأخیر نیفتد. انتخابات پرزیدنتی اوکراین به آخر ماه مارس سال آینده برنامه‌ریزی شده است. تا هنوز 3 کشتی اوکراین همراه با ملاحانش در اختیار روسیه قرار دارند. مسکو و کیف یکدیگر را به تفرقه متهم کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این رابطه جلسه برگزار نمود. چنانچه این موضوع را ما در برنامه خبری بعد 3 ساعت دیگر پیشنهاد شما خواهیم کرد. در رهایی نزدیکانمان کمک کنید. یک عده قزاق‌تباران شینجان در شهر استانا گفتند که به شمار نزدیکان آنها در ولایت شینجان قرار دارند و آنها را نمیگذارند که از اونجا بیرون بروند. در یک نشست مطبوعاتی قزاق‌تباران گفتند مقامات چین شناسنامه چینی و اسناد استقامت در قزاقستان را مصادره کردند. قزاق‌تباران از وزارت کارهای خارجه قزاقستان درخواست نمودند که نزدیکانشان را از چین برگردانند. رسانه‌ها بار نخست از تعقیب و بازداشت قزاق‌ها و کلاً مسلمانان در چین ماه اپریل سال 2017 خبر داده بودند. منطقه شینجان محل اساسی بودجه مسلمانان اویغور است. این منطقه در سالهای اخیر شاهد ناآرامی مرگبار بود و پکین در این کار اساساً جنگجویان اسلامی تندرو و جدایی طلبان را عیبدار دانست، ولی گروه‌های حامی حقوق بشر میگویند این ناآرامی‌ها نتیجه سیاست سرکوبگرایانه چین میباشد. همچنین در برنامه امروز از آن قصه میکنیم که چگونه زنهای تنها و ناامید از زندگی توانستند حیاتشان را از نو شروع کنند. آنها از حالت رو افتادگی و وابستگی به پیوندان آزاد شده و نه تنها زندگی خود و فرزندانشان را تامین میکنند، بلکه درباره صاحبکاری نیز میاندیشند. در این رو برای آنها کی کمک کرده است؟ شما در یک گزارش بعد از 3 ساعت دیگر میتونید در برنامه خبری تماشا کنید. میدونید برنامه ما ساعت 1 به وقت پراگ پیشنهاد می شود. وقتی که برنامه ما پخش می شود در دوشنبه ساعت 5 است و در روسیه ساعت 3 و من باوری دارم که چون همیشه شما ما رو در این برنامه همراهی خواهید کرد و از جالبترین و تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می شوید و فراموش نکنید که ما
همین گونه انتظاری پیام های شما هستیم و اگر شما نیز خبر و درخواست دارید و یا نواری دارید که میخواهید در اختیار رادیوی آزادی بگذارید، پس استحاله نکنید و با وایبر، واتساپ و ایموی ما که رقمش در رادیوی آزادی در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org آورده شده است، به اونجا به ما بفرستید و ما حتما این فرستادگی های شما رو بررسی خواهیم کرد. تا ملاقات بعد 3 ساعت دیگر، خدا نگهدار.